سلام دوستان، من ساغر طاهری هستم، مشاور املاک و همچنین راهنمای اجاره در کشور آلمان. اینجا اجاره خونه به این صورته که باید تو 3 روز اول کاری ماه اجاره خونه پرداخت شده باشه و تو اون 3 روز قبل از 3مین روز تو حساب صاحب خونه باشه یا تو حساب هاوسفörvaltung باشه. به این صورت اوکی، من با مثال توضیح میدم. مثلا فرض کنید امروز جمعه است و شما یادتون اومده که اجاره خونه رو ندادید و 2 ماهه. در واقع شما اجازه دارید تا 3 روز که روزای اول ماه هستن و روزای تعطیل نیستن اجاره رو پرداخت کنید. یعنی شما امروز که 2، دیروز اجازه داشتید پرداخت کنید که 5 شنبه بوده، جمعه و شنبه و یک شنبه حساب نمیشن. حالا بستگی به ایالتتون داره، ولی عموما تو آلمان این 3 روز برای پرداخت حساب نمیشن و از دوشنبه شروع میشه. دوشنبه و 3 شنبه شما وقت دارید که پرداخت کنید، ولی ممکنه طول بکشه تا این پول به حسابشون بره، یا باید یه جوری پرداخت کنید که دوشنبه نباید فراموش کنید، دوشنبه باید همون موقع پرداخت کنید که مطمئن باشید 3 شنبه تو حسابشونه، یا اینکه راه دیگه ای نداره. اگر که صاحب خونه‌تون چیزی نمیگه، شما دیرتر پرداخت کردید یا دقت نمی‌کنید، حتما به موضوع دقت کنید. تو بعضی از اجاره خونه ها به این صورتی که نوشته، حالا مثلا قبل از که امضا ازتون میپرسه، میگه خب کی حقوقتو میگیری، بعد راحت‌تر 15 اجاره خونه رو پرداخت کنی، 15 ماه قبلش، وسط ماه قبلی، یا 1. اگر که به شما بگه 1، منظورش اینه که 3 روز تا اولین روز ماه که روزای کاری باشن وقت دارید شما اینو پرداخت کنید و به این صورتی که باید تا آخر اون 3 روز تو حساب اونا باشه. یعنی نگید که من پرداخت کردم حالا خودش طول میکشه تا بیاد بشینه تو حساب شما دیگه. اگر اونا شکایت کنن مشکل از شماست. در واقع شما باید زودتر پرداخت میکردید یا یه کار دیگه میکردید. ولی بهترین چیزی که شما خودتون رو تو دادگاه، تو قانون با اینا در نندازید، یا با اگر که مستاجرید با صاحب خونه یا هاوسفörvaltung در نندازید، چون اونا قانون رو بهتر میدونن، اینه که شما این اجازه رو بهشون بدین که اجاره خونه از حسابتون کم بشه و اون تاریخی که به اونا میگید اجازه دارن حساب شما رو چک کنن و از حسابتون پول رو بردارن، مطمئن باشید پول تو حسابتونه. یعنی اگه همیشه 29 حقوق میگیرید، بگید اوکی 2 از حسابم بردارید، 1 از حسابم بردارید. اینجوری اگر دیرم شد حسابدار اونا دیر برداشته یا مثلا اتفاقی برای اونا افتاده، شما همیشه میگی خب من امضا کردم اینو به شما این حکمو دادم که 1، 2 از حسابم بردارید. فقط مطمئن باشید پول تو حسابتون هست همیشه، چون اگر نباشه برگشت میخوره و اونا باید دوباره بردارن و یه هزینه‌ای باید پرداخت کنید، یه جریمه کوچیک باید پرداخت بشه. به این دقت کنید. این ویدیو رو بفرستید برای کسی که بهش احتیاج داره. ممنون میشم لایک کنید. اگر سوالی دارید بپرسید.